بیش از 30 سال است که روزی زایربک صایبوف چنین آغاز می شود. میگوید دکان او یگانه مکان فروش کتاب و نشریه های آزاد در ناحیه مسجد است. در اینجا قریب همه نمود کتاب را پیدا کردن ممکن است. سر از آثار ادیبان تا کتاب درسی و فرضی عین. اما مشتری خیلی کم است. مردم پول نیست. اگر یه حوزه‌رنگی شویروم و اگر سوال هزار دست کنن اگر رفتن که نمیتونن پول هم ندارن بشورم مهنن میکنن پول نیستم سوال تو کردن بعد ترابگورم نیست مردم پول نداره اکتو کنه نزدیدم که پول داره شکل اکتو نمیکنن شنگ پول داره اکتو نمیکنن لیکن مردم های اولی که میخوان اکتو کنن پول نداره روز نیست هر روز داره نبودو نیست. زایربک صایبوف 63 ساله و معیوب گروه دوم است. با یک همقسمت خود عائله‌دار شده آنها 2 فرزند دارند. ماه 580 سامانی نفقه میگیرد. پیشتر کتاب و روزنامه ها را گرفته در بازارها میگشت. مدیر بازار مرکزی ناحیه مسجد برایش این دکان را داد و از او اجاره پولی نمیگیرد. از او پرسیدیم که از فروش کتاب چی درآمد دارد. در 30 سال اون کافه ذخیره نکردیم. همه بودجه‌ش هم خوردن، نقد می‌کردن، سپوری بودن خوردن، ذخیره می‌کردن. اما اصلا دیگر اگر اون وزن ما کار کنم بود، اما سبیل کتاب نمی‌کردن. کم شدن توجه به کتاب مشکلی یگانه نیست. خوانندگان نشریه ها هم سالهای اخیر به طور نظررس کم شدند. 8 لیسر می‌دارم، 10 اردو می‌دارم، اردو این سر یک می‌دارم، این سر یک می‌دارم. همه دنیا از دوت می‌دارم، تویشون دوت می‌دارم. اون دیگه منم جرأت نمی‌کنم دوستان نیست. چیزی نمی‌شن که مردم خونه نمی‌دونن. و میگم که خود تلفن عادی‌ها جو خیلی گپا می‌زنن، اون خیلی گپا می‌زنن. همین مسئله چیزا دیگه تو نمی‌بازن که اینو درست یا نادرست. این کتاب‌های بین دست برای خود. این دستخوان این کتاب‌ها سر تا پا پند نصیحت‌های های دکان زایربک برای برخی ساکنان ناحیه مسجد مکان فرهنگی است. آنها هم از وضع فعلی راضی نیستند. مردم همین میره تغار سمبوس خور شده و با خط بیا یک کتاب گیر بر بچگات خطی از گروه خدا یادم لازم کنه این خیلی نیست خدا کنه موندیم آخر موندیم تا که خدا خط با آینده نقل میشه. زایربک صایبوف از کارش ناامید نیست. او راه دوباره کتابخوان شدن اکثریت را چنین می‌بیند. همه باید کار کنن باید کار کنن برخی شاعران و نویسندگان مردم را برای دور شدن از کتاب تنقید می‌کنند. اما منتقدان میگویند کتاب‌هایی که نشر می‌شوند طلبات مردم را قانع نمی‌کند. در میان این گیرودار معلوم نیست که زایربک صایبوف با این دکانش چی را تغییر داده می‌تواند. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی ناحیه مسجد.